من امروز دارم فشار میخورم پشتم. چرا؟ چون آلکاتراز اومده. منم میخوام صد خودم بذارم یه گیم پلی ساده ضبط کنم بذارم براتون. ولی خب از شانس انم یا رندومام یه عده چپلچلاق اوتیسمی عقب مانده که فرق یار و انمی رو نمیدونن، شاتگان و رایفل فرقشو نمیدونن، باهات یار شدن. تو هم میگی اشکال نداره یار رندومه یه جوری هندلش میکنیم و اینا. بعد انمی ها یه عده فشاری جک 12 کشه کلاس فشاری چسبیدن به هم دارن مپو میزنن. بعد هر کی هم میزنن دارن فوش میدن. خودت باشی چی کار میکنی؟ من فشار میخورم. خیلیاتونم راجع به این صحنه یعنی این فینیشره گفتیم باته. داداشم این بات نیست، این اسمش استری موده. باز دم اونایی که تو کامنت هم توضیح داده بودن گرمه، خیلی مشتی هستین. ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیوهای بیشتر بذارم.